درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535مین نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمانروایی آن افتخار دارم تجدید می کنم.